سلام، حالتون چطوره؟ امروز اومدم توی این ویدیو یه خورده راجع به مهاجرتم به آلمان حرف بزنم. حس می‌کنم این ویدیو به درد کسایی می‌خوره که مثل خود من در حوزه مارکتینگ توی ایران مشغول به کار هستن. حالا ممکنه حوزهشون آیتی باشه، یعنی یه ذره باز نزدیک به مارکتینگ باشن، یا تو حوزه محصول، طراحی محصول، مدیریت محصول، شغل‌های از این جنس مشغول به کار هستن. دلیلش هم اینه که مدلی که من مهاجرت کردم خیلی مختص خودم هست و شاید افرادی که با زمینه کاری من یا زمینه تحصیلی من نزدیکی وجود داره براشون بتونن از این تجربه استفاده بکنن. من حدوداً 7 سال پیش شغل خودم رو در حوزه محتوا و دیجیتال مارکتینگ توی یه استارتاپ توی تهران شروع کردم. اصالتاً خراسانی هستم، طبسی هستم، بچه کویر هستم، ولی حدوداً 9 سال بودش که توی تهران داشتم کار میکردم و زندگی میکردم و تو شرکت‌هایی مثل پورسلاین، مثل علی بابا کار کردم. در سالهای اخیر بیشترین تمرکز من تو حوزه استراتژی مارکتینگ، استراتژی محتوا، ارتباطات برند بوده و الانم که به آلمان مهاجرت کردم شغل من تو حوزه برند هستش. توی یه شرکت تک دارم کار میکنم و الان میخوام ماجرای مهاجرتم به آلمان رو براتون بگم. خب من بعد از 9 سال کار کردن تو ایران و تو حوزه مارکتینگ و تو استارتاپ‌های خیلی خوب این شکلی بودم که امنیت شغلی که نداشتم، یعنی هر سال ما قراردادهای 6 ماهه و 1 ساله داشتیم. فاصله تورم و حقوق و اوضاع اقتصادی خیلی عجیب غریب بود و هر روز منو نگران این می‌کرد که من هیچ وقت قرار نیست به رویاهام برسم، هیچ وقت نمیتونم با این تورمی که توی کشور داره اتفاق میفته، هر چقدرم که دارم خوب کار میکنم هیچ وقت نمیتونم برای خودم سفر کنم، جاهای مختلف دنیا رو ببینم و هر روز داشتم از این اوضاع ناامیدتر میشدم. پس بیام به خودم اومدم و گفتم من میخوام مهاجرت کنم، تحصیلی میخوام مهاجرت کنم. دلیلش این بود که گفتم خب من میرم مارکتینگ میخونم، من هیچ وقت در حوزه مارکتینگ تحصیلات آکادمیک یا پراپر ادویکیشنی نداشتم و اینجوری بودم که خب خوندن رشته مارکتینگ برای من خیلی میتونه مناسب باشه، هم ارتقا میده دانش من رو، هم به در واقع فضای اعتماد سازی یک کارفرمای خارجی کمک میکنه که من در دانشگاه یک کشور دیگه دارم درس میخونم و از این طریق میتونم مهاجرت بکنم. آلمان انتخاب کردم چون اون موقع ویزای همزمان تحصیلی میداد و همسر من میتونست با من اقدام کنه و هر دومون با هم مهاجرت کنیم. این خیلی برای من مهم بود. حالا دلیل دیگری هم دارم برای انتخاب آلمان که الان نمیخوام بهشون بپردازم و در نهایت انتخابمون شد آلمان و بیزنس اسکول های آلمان. دلیلش هم این بود که ما قطعا می‌خواستیم وارد حوزه مارکتینگ بشیم. من نمی‌خواستم یه رشته نامرتبط رو بخونم. هم گرفتن پذیرش از بیزنس اسکول‌ها تقریبا آسان‌تر بود و لازم نبود که مثلا به شکل عجیب غریبی ارتباطی بین تحصیلات قبلی من و تحصیلات کنونی من وجود داشته باشه. یعنی منی که تو حوزه مارکتینگ درس نخوندم، بچلرم تو حوزه مارکتینگ نیست، میتونستم برای این بیزنس اسکول‌ها به راحتی پذیرش بگیرم. پس در نهایت جنبندیم این شد که بیام و مارکتینگ بخونم توی بیزنس اسکولی در برلین. انتخابم برلین و شهرهای بزرگ بود به این دلیل که میخواستم وارد فضای مولتی نشنال و مولتی کالچرال یه شهر بزرگ بشم. از طرفی موقعیت‌های شغلی برای حوزه من توی شهرهای زیاد هستش که توشون اتفاقات زیادی داره میفته و شرکت‌های زیادی در حال کار هستن، استارتاپ‌های زیادی در حال فعالیت هستن و برلین این ویژگی رو داره. پس اگر شما هم در حوزه مشابهی کار میکنید بهتون پیشنهاد میکنم که سمت شهرهای بزرگتر برید که وقتی وارد اون کشور میشید، وارد اون شهر میشید، کار پیدا کردن براتون یک کابوس نشه. در نهایت اپلای کردم برای این بیزنس اسکول در برلین و پذیرشمو گرفتم. مراحل سفارتم خب یه مراحل عجیب غریبی بود که با تحقیق کردن روی گوگل یا دیدن ویدیوی کسایی که خیلی مفصل به موضوع سفارت آلمان و قوانینش رو اپلای کردن برای ویزای تحصیلی پرداختن میتونید این اطلاعات رو کسب بکنید. بازم اگر سوالی دارید تو این حوزه، یعنی مهاجرت به آلمان، برلین، تحصیلی، این داستان ها، میتونید کامنت بذارید. من حتما تجربه خودم رو باهاتون به اشتراک میذارم. همین.